با سلام. یکی از دوستان خواسته بودن در مورد صلح صحبت کنیم. البته من کارشناس نیستم، ولی به عنوان کسی که مسائل سیاسی دنیا رو پیگیری میکنم خواستم نقطه نظرات خودم رو اعلام کنم. شاید نقطه نظرات من البته منحصر به خودم هست، شاید جایی نشنیده باشین. حالا جالبه اگر 6 دقیقه در خدمت شما باشم. همونطوری که میدونیم جهان در آستانه یک جنگ هسته‌ای قرار دارد و تنش‌ها در سراسر جهان روز به روز در حال افزایش است. رقیبان در شرق و غرب موشک‌های هسته‌ای را به روی هم نشانه گرفتند. همزمان به دنبال یارکشی و بستن پیمان‌های امنیتی دو طرفه با دوستان خود هستند. یک طرف روسیه و چین و کره شمالی ایران قرار داره و طرف دیگر ناتو و غرب است. صلح جهانی بیش از گذشته در خطر است. شورای امنیت کارایی خود را از دست داده و عملا نتوانسته اون مأموریت ذاتی خودش رو انجام بده. ما حالا تو این شرایط باید چی کار کرد؟ ما چند تا مشکل اساسی تو دنیا داریم که این 4 تا مشکلی که من اسم میبرم 90% مشکلات دنیا رو تشکیل میدن. 1 مسئله اوکراین، 2 مسئله فلسطین، 3 مسئله کره شمالی و 4 مسئله تایوان. البته مسائل دیگه هم در دنیا هستن، مثلا هند و پاکستان مسائل خودشونو دارن، ایران مسائل داخلی خودشو داره، افغانستان مسائل خودشو داره. حالا دوست ما که افغان هستن از ما خواستن که این در مورد صلح صحبت کنیم. من خواستم یه ذره بیشتر توضیح بدم در مورد افغانستان. خب مثلا افغانستانو چون یک تفکر و یک ایدئولوژی حاکم شده الان به افغانستان، خب اینو نمیشه با موشک به این حمله کرد. شما نمیتونی ایدئولوژی رو با موشک بزنی. این مشکل رو باید خود مردم افغانستان به داد خودشون برسن، خودشون یه کاری برای خودشون بکنن. کسی نمیتونه کاری بکنه. همینطور مشکلاتی که در ایران هست. عرض شود خدمت شما که حالا باید چی کار کرد؟ خب با همین فرمونی که داریم میریم، خب همینه. الان سازمان ملل که کاری از دستشون بر نمیاد، روز به روز هم داره اوضاع وخیم‌تر میشه. سازوکارهایی که تو دنیا هست، شورای امنیتی هم که عملاً بی‌خاصیت شده. به نظر من کلید این معما دست 5 نفر آدم تاثیرگذار تو دنیاست. البته در تاریخی که من الان داره صحبت میکنم 21 جون 2024 این 5 نفر امروز تاثیرگذار هستن. یعنی این 5 نفر میتونن اگر با هم بشینن این مسائل رو حل کنن. 1 رئیس جمهور آمریکاست، 2 رئیس جمهور روسیه، 3 رهبر ایران، 4 رهبر کره شمالی، 5 رئیس جمهور چین. حالا شاید بگین خب کشورهای قدرتمند دیگه هم هستن. بله درسته، ما فرانسه رو دارین، انگلیس رو داری، آلمان و هند و کشورهای بزرگ دیگه هم هستن، هند و برزیل و، ولی خب عملا اینا در دنیا برش ندارن. یعنی درست هستن، قدرتن، هستگی هم هستن، عقب تو هم دارن، ولی برش ندارن در دنیا. حالا ما 4 تا مشکل اساسی داریم، 5 نفر هم در دنیا داریم که کلید حل مشکلات در دست ایناست. خب اینجا به نظر من دبیرکل سازمان ملل باید نقش خودش رو ایفا کنه. یک پروژه‌ای با تعریف بشه به نام پروژه صلح جهانی. مدیر پروژه کیه؟ آقای دبیرکل سازمان ملل. و اسکوپ پروژه چیه؟ این 4 تا موضوعی که عرض کردم. و تیم پروژه این 5 نفری که گفتم به علاوه دبیرکل سازمان ملل به عنوان مدیر پروژه. خب
البته خب با یک جلسه نشستن اینا که حل نمیشه، باید قبلش هماهنگی ها بین نماینده این 5 نفر در دنیا انجام بشه، نهایتا باید تصمیم نهایی 5 نفر بشینن این مسائل رو ببندن و تمومش کنن. خب این 5 نفر هم البته باید بدونن که برای 8 میلیارد آدم در دنیا داره تصمیم میگیرن، باید انعطاف داشته باشن، باید درک متقابلی از مسائل هم داشته باشن. من اعتقاد دارم میشه این مسائل رو حل کرد. خب یه سری پیشنهادها هم دارم، مثلا در مورد اوکراین خب دیدیم با همین فرمون بریم 20 سال دیگه هم در همین نقطه هستیم، هزاران نفر آواره شدن، هزاران نفر کشته شدن. پس چی کار باید کرد؟ طرفین دعوا باید بپذیرن که اوکراین یک کشور بی‌طرف است. اوکراین باید خودش این مسئولیت رو قبول کنه، بی‌طرفی اعلام کنه و بین شرق و غرب یک مثل یک حائل عمل کنه که بی‌طرف است. خب اینطوری نگرانی‌های روسیه هم برطرف میشه. در خصوص فلسطین 80 ساله که مسئله حل نشده، منطقه رو آرامش به خودش ندیده، 180 سال دیگه هم بگذره بازم حل نخواهد شد اگر با همین فرمون بریم جلو. به نظر من راهکار آمریکا در خصوص ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی و ایجاد یک حائل مرزی که مرزبانای آنها را افرادی تشکیل بدن که غیر اسرائیلی و فلسطینی باشن، بی‌طرف باشن، این کشور مستقل فلسطینی ایجاد بشه. باید اسرائیل مجاب بشه بپذیره اینو، یعنی باید فشار بیارن اگر میخوان مشکل حل بشه. خب باید مردم اسرائیل هم بدونن خب تو 80 سال اونا هم کشور درست قدرتمندن، درست سپر دفاعی دارن، ولی اونا هم آسیب پذیرن، اونا هم زیر سایه ترس داره مردم زندگی میکنن، زندگیشون کیفیت نداره. این مثلا تو فلسطین انجام بشه. در خصوص کره من فکر میکنم اگر دیگران تو منطقه دخالت نکنن، این کره‌ای خودشون مشکلات خودشون حل میکنن، چون اینا اشتراکات فرهنگی زیادی دارن، اینا یک کشور بودن، اینا همه یه ملتن، اینا میتونن مسائل خودشون رو حل کنن. در مورد تایوان هم من فکر میکنم اگر چین و تایوان بپذیرن که تایوان به صورت خودمختاری فدرالیسم اداره بشه، مشکل حل میشه. خب این نقطه نظرات من بود. البته عرضم کردم که من کارشناس نیستم، فقط به عنوان شهروند عادی که مسائل رو دنبال میکنه نظرات خودم رو ارائه دادم. تشکر میکنم از شما به خاطر اینکه تحمل کردید. خدا حافظ.